الله الرحمن الرحیم. اسم شاعر فرزند محمد آرد، محصل صنف 13 برق قوی انستیتوت تکنیک ولایت پروان. چیزهایی که بر شما و ابتکار آورده یک دانه نشان داده و از هر یک آنها برایتان نشان میدم که طرز آنها چه قسم ساخته شده و چه قسم کار میکنه. از هر کدامشان برایتان نشان داده و ببینید. هر یک اینها اجاق گاز است، اجاق برقی که از برق ایسی استفاده میشه، بسیار داغ میشه. این هم اجاق سولری است که برق دیسی استفاده میشه. این آبگرمی که هست در برق سولری استفاده میشه که یک چای برای جوش میکنه. این در ظرف 5 دقیقه بیشتر از 5 دقیقه هم جوش میکنه. این هم سولر است که با سیستم مارپیچی سیم 0103 کار شده داشت از دویت سولری که 0.26 ولت برق میکشه. این هم بخاری برقی است که از راد برقی استفاده شده و یک درجه اتومات داره که در ظرف 33 ثانیه اتومات خود پوره میکنه بعد از خاموش شدن. این هم آبگرمی برقی است که خواستیم خود ما دستیش برش بسازیم و از چرش چوب استفاده کردیم که هیچ وقت خرابی نداره. این یکی از بایلرهای برقی است، ما سولریش ساختیم که میتواند در ظرف 45 دقیقه 20 لیتر آب جوش کنه و از 2 دانه گندکن موتر ساخته شده. البته در بطری کار میته؟ در بطری هم کار میته، ترو در سولر هم کار میته و بطری هم کار میته که 45 دقیقه میتونه بس 20 لیتر آب جوش کنه. این هم کس ماشین کالاشویسته میتونه که یک جوره جرابه بشویه. فعلا ما خردش ساختیم دیگه کلانشان انشاءالله میسازیم که کوک هم داره، سویچ هم داره. با طریقه کوک میتونه که هر دقیقه ثانیه که بهش قید کنی دوباره آف میکنه. این هم که از چایبر برقی است که از 2 پالریش ساخته شده، میتونه که در ظرف 3 دقیقه الی 4 دقیقه امی چایبر جوش کنه. این یکی از اجرار دهنده است، اجرار دهنده که میتونه در برق باشه و سیمش هم از تار استفاده میتونه کرده که کسی که بگروزه یا فرار کنه اگر سیمش قطع شوه یا کش شوه هشدار دهنده صدایش روشن میکنه. از این میشه که البته در زندان و در اینجا از این در هر جای، در خانه، در زندان، در هر جای استفاده میکنه. از سویچ هم باید میشه که هشدار بده؟ از سویچ هم راه داره که استفاده کنی با زنگ خانه میتونی که هم اونجا استفاده کنی هم از خودش استفاده کنی. صحیح.